درود و مهر به همه همراهان خوب کانال کلبه کتاب. امروز اومدم با یک کتاب فوق‌العاده به اسم جادوی فکر بزرگ که مطمئنم اگه تا آخرش با هم همراه باشید دیدتون نسبت به موفقیت کاملا عوض میشه. قبل از شروع اگه تازه به این کلبه سر زدید حتما سابسکرایب کنید و زنگ اعلان رو هم بزنید، چون قراره تو قسمت‌های بعدی فصل به فصل این کتاب رو با هم مرور کنیم و همینطور کتاب‌های ارزشمند دیگه‌ای رو خواهیم داشت. امروز نوبت فصل اول کتاب جادوی فکر بزرگ هست. پس شروع میکنیم. خب این فصل با یک سوال اساسی شروع میشه. اصلا موفقیت یعنی چی؟ نویسنده میگه موفقیت فقط ماشین و پول و خونه نیست. هرچند اینها هم بخشی از ماجرا هستند. موفقیت یعنی رفاه، یعنی یک زندگی که توش استرس مالی نداری. یعنی میتونی برای بچه‌هات بهترین امکانات رو فراهم کنی. ولی از یه زاویه عمیق‌تر موفقیت یعنی احترام. احترامی که تو محیط کارت و بین آدم‌های اطرافت کسب می‌کنی. یه نکته خیلی قشنگ که تو این فصل هست اینه که موفقیت یعنی آزادی. آزادی از نگرانی، از سرخوردگی، از حس شکست خوردن. و از همه مهمتر موفقیت یعنی احترام به خودت. وقتی میبینی زندگیت هر روز داره یکم بهتر و رضایت بخشتر میشه و میتونی مسئولیت هایی رو که به عهده گرفتی درست انجام بدی، اونجاست که واقعا حس موفقیت رو تجربه میکنی. نویسنده یک جمله خیلی ساده ولی عمیق میگه: هر آدمی خواسته یا ناخواسته دنبال موفقیته. هیچ کس دلش نمیخواد یه زندگی معمولی و بیروح داشته باشه. هیچ کس دوست نداره حس حقارت کنه. این یک میل طبیعیه که تو وجود همه ما هست. و اینجاست که میرسیم به قلب فصل اول: ایمان. نویسنده به یه جمله معروف از کتاب مقدس اشاره میکنه که میگه ایمان میتونه کوه رو از جاش تکون بده. و بعد توضیح میده که این فقط یک جمله نمادین نیست. این یک حکمت عملیه. اگه واقعاً به توانایی‌های خودت ایمان داشته باشی، میتونی موانعی که به نظر غیر قابل عبور میان رو از سر راهت برداری. اما نکته تلخ ماجرا اینه که خیلی از آدم‌ها همچین ایمانی به خودشون ندارن و دقیقاً به همین دلیله که نمیتونن اون کوههای زندگیشون رو جابجا کنن. پس نکته کلیدی که از این فصل باید با خودمون ببریم اینه: قبل از هر چیزی، قبل از هر برنامه ریزی و هر تلاشی، باید یک باور محکم به خودمون و توانایی هامون بسازیم. چون بدون این باور هر تلاشی از همون اول لنگ میزنه. و یک نکته خیلی مهم دیگه هم اینجا اضافه شده: هیچ کس نمیتونه به جای شما این مسیر رو طی کنه. این کتاب فقط یه راهنماست. اینکه چی بگید و چطور باید عمل کنید رو نشون میده. ولی فقط خود شمایید که میتونید خودتون رو درک کنید و دستورات رو اجرا کنید. کوچکترین لغزش هاتون رو ارزیابی کنید و جاش رو با یک عمل بهتر عوض کنید. در نهایت این خود شمایید که تصمیم گیرنده نهایی برای رسیدن به موفقیت هستید. یه ایده جالب دیگه هم تو این بخش هست: به دنیای اطرافتون به چشم یک آزمایشگاه مجانی نگاه کنید. همین محیطی که توی زندگی میکنید پر از آدمای مختلفیه که هر کدوم یه جور رفتار میکنن. شما میتونید بدون هیچ هزینه‌ای هر چقدر که دوست دارید رفتار آدم‌ها رو مشاهده و بررسی کنید و ازش یاد بگیرید. نویسنده حتی پیشنهاد عملی هم میده: 2 نفر از نزدیکترین آدمای موفقی که میشناسید و 2 نفر از ناموفق‌ترین ها رو تو ذهنتون بیارید و موقع خوندن کتاب ببینید هر کدوم چقدر این اصول رو رعایت میکنن. و یه نکته خیلی کاربردی: هر اصلی که یاد میگیرید رو باید تمرین کنید تا تبدیل به عادت بشه. هر چقدر بیشتر تمرین کنید، زودتر این رفتار میشه بخشی از وجودتون. نویسنده همچنین به این اشاره میکنه که چرا خیلی از آدما اصلاً مشاهده‌گرهای خوبی نیستن. چرا از خودمون نمیپرسیم که فلان آدم چرا انقدر موفقه ولی یکی دیگه فقط داره وقتش رو تلف میکنه؟ یا چرا یه نفر دوستای زیادی داره ولی یکی دیگه نه؟ و در آخر این بخش یک جمله خیلی قشنگ و الهام بخش هست: هیچ لذتی تو دنیا با لذت دیدن رشد خودمون قابل مقایسه نیست. وقتی میبینید اعتماد به نفس و تاثیرگذاریتون ماه به ماه بیشتر میشه، میفهمید که هیچ قله‌ای شیرین‌تر از رسیدن به بهترین نسخه خودتون نیست.
راستی دوستان، اگه دارید از این محتوا لذت میبرید یادتون باشه که لایک کنید و کانال کلبه کتاب رو سابسکرایب کنید، چون قسمت‌های بعدی میریم سراغ فصل‌های بعدی این کتاب و کلی نکته کاربردی خواهیم داشت. حالا بریم سراغ یه بخش خیلی کاربردی. چطور میتونیم این نیروی ایمان رو تو خودمون تقویت کنیم؟ اینجا 3 تا روش خیلی عملی معرفی شده که من خیلی دوستشون دارم. روش اول اینه که همیشه به پیروزی فکر کنید، نه به شکست. هر موقعیتی، چه سر کار چه توی خونه، به جای افکار ناامید کننده، افکار امیدوار کننده رو جایگزین کنید. وقتی با یک شرایط سخت روبرو میشید، به خودتون نگید احتمالاً شکست میخورم. وقتی دارید با کسی رقابت میکنید، نگید من که تو رده بهترین ها نیستم. بذارید افکارتون تحت تاثیر همین یه جمله باشه که من پیروز میشم. چون وقتی ذهنتون حول موفقیت بچرخه، خودش شروع میکنه به طراحی نقشه های موفقیت آمیز. ولی افکار شکست خورده هم دقیقاً برعکس، ذهن رو به سمت شکست هدایت میکنن. روش دوم اینه که همیشه به خودتون یادآوری کنید که از چیزی که فکر میکنید بهتر هستید. آدم‌های موفق هیچ چیز خارق‌العاده‌ای ندارن. موفقیت نیازمند به هوش برتر نیست. هیچ رمز و رازی هم توش نیست. و به شانس و اقبال هم ربطی نداره. آدمای موفق فقط آدمای معمولی هستند که اعتماد به نفس و ایمان بیشتری به خودشون دارن. پس هیچ وقت خودتون رو دست کم نگیرید. و اما روش سوم، بزرگ اندیش باشید. میزان موفقیت شما رو میزان بزرگی فکرتون تعیین میکنه. اگه دنبال هدفهای کوچیک باشید، باید منتظر نتایج کوچیک هم بمونید. ولی اگه هدفهای بزرگ رو مد نظر بگیرید، میتونید به موفقیت‌های بزرگ برسید. یه نکته جالب هم اینه که نقشه‌های بزرگ الزاماً از نقشه‌های کوچیک سخت‌تر نیستن. پس چرا کوچیک فکر کنیم؟ اگه بخوام یه جنبندی از این پس داشته باشیم، فصل اول این کتاب بهمون یاد میده که موفقیت یه مفهوم چند بعدیه. هم رفاه مالیه، هم آزادی ذهنیه، هم احترام به خوده. ولی نقطه شروع همه اینها ایمان داشتن به خودمونه. اگه این باور رو تو خودمون بسازیم، اون وقت واقعا میتونیم کوههای زندگیمون رو از جا تکون بدیم. و یادمون نره که این مسیر رو فقط خودمون باید طی کنیم. با مشاهده آدمای دور و برمون و تمرین مداوم اصولی که یاد میگیریم، کم کم میرسیم به همون نسخه از خودمون که همیشه دنبالش بودیم. امیدوارم این خلاصه کتاب هم براتون مفید بوده باشه. تو قسمت بعدی میریم سراغ فصل دوم و نکات جذابترش رو با هم مرور میکنیم. اگه هنوز سابسکرایب نکردین، حتما این کار انجام بدین که این سفر کتابخونی رو با هم ادامه بدیم. ممنونم که تا اینجا همراه هم بودید. تا ویدیوی بعدی، بدرود.